آلترناتیومون شورا و جمعیه. کارگر میره اعتراض میکنه به شلاقش محکوم میکنن، ملعام به کارگر شلاق میزنن. کارگر این قدرت داره حقش بگیره و سابقا حقش گرفته و بازم حقش میگیره. جهان دیگری به سازی از برابری، همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری. با سلام به شما بینندگان عزیز برنامه کانال شورا. نسرین رمضان علی هستم به همراه همکارانم پرویز راستگو و اسد حیدری. یکی دیگه از برنامه‌های کانال شورا رو امروز تقدیم حضورتون می‌کنیم. همونجور که مطلعید، آزادی توماج صالحی، زندانی سیاسی که سال گذشته در همین روزها دستگیر شده بود و 3 روز پیش آزاد شد، شادی و شعف فراوانی رو در میدیای اجتماعی در قلب میلیون ها انسان به وجود آورد. همه خوشحال بودند که توماج صالحی از زندان آزاد شده. ما آزادی هرچند با وثیقه توماج صالحی رو به همه کسایی که قلبشون برای توماج صالحی، برای آزادی، برای برابری، رفاه میتپه تبریک میگیم و در این حال خبر نگران کننده خبر اعدام مصنوعی سامان یاسین بودش که در اوج خوشحالی نامه سامان یاسین در حالی که دیروز منتشر شد همه ما رو متأثر کرد که سامان یاسین یکی از هنرمندان و رپیست های که به زبان کردی رپ خونده بیش از 1 ساله که دستگیر شده، در واقع در اوج خیزش سال 1401 دستگیر شد و مدت زیادی در زندان به سر بردن و همچنان در زندان هستن. امیدوارم که ما بتونیم همه ما انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب تلاش کنیم که سامان یاسین هم هرچه سریعتر آزاد بشه. و اما برنامه امروز ما با حمید کاشانی هستش. حمید کاشانی زندانی سیاسی و سالها در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برده. اکنون حمید کاشانی اگه اشتباه نکنم با قرار وثیقه فعلا آزاد هستن. اجازه بدید ما زندگی حمید کاشانی رو ابتدا از زبان خودشون بشنویم. حمید کاشانی، به برنامه کانال شورا خوش اومد. خیلی ممنونم، متشکرم خانم رمضان علی عزیز. من هم خوشحالم که امشب وقت دارید و من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. ما قبلا با هم بارها صحبت کردیم یا شما بارها اتفاقا با شبکه‌های مختلف مصاحبه کردید در رابطه با زندان، وضعیت خودتون، خانواده زندانیان سیاسی، سازماندهی برای اینکه چه باید کرد زندانیان آزاد بشه و یا چه در زندان ها میگذره صحبت کردیم و من صحبت های شما رو دنبال کردم. دوست دارم کوتاه بگید که خود شما به عنوان کسی که داور لیگ برتر فوتزال ایران بودید چطور دستگیر شدید؟ چطور اتهاماتی رو به شما زدن؟ چه مدت زندان بودی؟ وضعیت توی زندان چطور بود؟ بعد به سوالهای بعدی خواهیم پرداخت. بله، خواهش میکنم. من اولی دستگیریم در سال 1396 بود و اون موقع فعالیت من برای لغو اعدام زندانیان بود و یه مقدارم کودکانه کار. یعنی چیز خطرناکی نبود، همش بشردوستانه بود. خیلی یه چیزی که تو سراسر جهان یه کار خیلی عادیه، ولی خب این برای رژیم جمهوری اسلامی ایران مثل اینکه یه خط قرمزیه، با توجه به اینکه یه حکومت دیکتاتوری تشکیل دادن که دوست دارن همه چی
در سیطره اونها باشه و به صورت توتالیتر تفتیش عقاید، نوع مذهب، نوع پوشش، همه چیز مردم رو کنترل میکنن و اجازه نمیدن که کسی وارد مقوله هاشون بشه و پاشو فراتر بذاره. خب زمانی که اولین باری که منو دستگیر کردن خب با اسلحه بودش، یعنی وقتی منو محاصره کردن اسلحه گذاشتن پشت گردن من و ماشین منو جستجو کردن و گفتم دنبال چی میگردی؟ دنبال اسلحه میگشتن. گفتن اسلحه تو کجا گذاشتی؟ و اصلا واقعا برای من خیلی عجیب بود این نوع برخورد و چیزی که از من طلب میکنن. بعد از اونم وقتی که خب منو بردن منزلمون، وارد منزلمون شدن، واقعا میشه گفت منزل ما رو شخم زدن، حتی موزاییک های کف خونه هم کندن و میگفتن که تو با کشورهای خارجی ارتباط داری، وسایل ارتباطیت کجاست، اسلحه تو کجا قایم کردی و کل خونه رو زیر و رو کردن و آخر سرم چیزی نتونستم پیدا بکنن. و اتهاماتی که به من زدن از بیشترش من تبرئه شدم، چون واقعا هیچی پیدا نکردم تو خونه و فقط به من 100 روز بابت تبلیغ علیه نظام، حالا ما میگیم رژیم بهشون، به قول خودشون نظام، به من دادن و نزدیک تقریبا 3 ماه من بند 209 وزارت اطلاعات بودم. بعد از اون که منو به بند عمومی منتقل کردن و خیلی مدت کمی تو بند عمومی، بند 4 زندان اوین بودم و مدت 100 روز تموم شد و من آزاد شدم. ولی خب بعد از اون مدت کمی نگذشته بود، دوباره مجدداً به یه بهانه دیگه دوباره ریختن و منو گرفتن و این بار در استان مازندران در شهر قائمشهر دستگیر شدم و به من 2 سال به خاطر توهین به خمینی و خامنه‌ای و 1 سالم تبلیغ علیه نظام حبس دادن که 1 سالش رو داخل زندان قائمشهر گذروندم و مابقی شد زندان اوین تهران. مجددا سال 99 آزاد شدم و باز 3-4 ماه هنوز از آزادی نگذشته بود، مجددا دوباره دستگیر شدم به اتهام اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و مجدد دوباره 3 سال و نیم به من حبس دادن که خب 3 سال و نیم یه مدتش درون زندان اوین تهران گذشت، یک مقدارش درون زندان تهران بزرگ گذشت و یک مقدارش هم زندان گوهردشت کرج. دوست دارم که اگه براتون ممکنه یه مقدار از شرایط خود دستگیری، آدمی که در واقع فقط رفته کمکی کرده باشه در رابطه با کودکان کار یا اینکه علیه اعدام که الان توی بیش از 100 کشور، یعنی 72 کشور کلن احکام اعدام رو توی قانونشون محو کردن نیستش و تعداد زیاد دیگه 28 کشور که احکام اعدام توی قانونشون هست، ولی بیش از 50 ساله که اعدامی توی این کشورها، یعنی احکام اعدامی داده نشده. اینکه جمهوری اسلامی همچنان با اعدام میخواد مرعوب بکنه و فعالین این عرصه رو دستگیر میکنه، خب خیلی اینجا وقتی ما میگیم اینجوری هستش، مردم تعجب میکنن که خب چرا شهروندان نمیتونن علیه این احکام به خیابان بیان و تلاش کنن. هر کشوری که احکام اعدام توش نمونده توی قانونش مبارزاتی جاری بوده، اما همچنان در ایران و کشورهای اسلام زده احکام اعدام هستش. ولی اون لحظه که آدم دستگیر میشه، اون لحظه که توی سلول انفرادی میذارنش، اون لحظاتی که میخوان یه چیزی رو به زور بهت دیکته بکنن، احساس فرد زندانی چیه؟ البته اینو بگم خدمتتون خانم رمضان علی عزیز، بالاخره شما از من تجربتون بیشتره و سرد و گرم بیشتری کشیدید. اینو نمیشه فقط مختص در طول تاریخ ایران نمیشه مختص به جمهوری اسلامی کرد. همونطور که هممون میدونیم قبل از دوران جمهوری اسلامی در زمان پهلوی هم ما این مشکل رو داشتیم.
و اعدام زندانیان سیاسی و تیربارونشون بوده. ولی خب حالا در دوران جمهوری اسلامی کار رو خیلی بیشتر فراتر گذاشته و اینو بیشتر گسترش داده. یعنی نمیتونیم بگیم که این یه بدعتیه که جمهوری اسلامی آورده، نه، از رژیم قبل از جمهوری اسلامی در دوران پهلوی هم ما اینو داشتیم، ولی متاسفانه الان خیلی بیشتر و فراگیرتر شد. متاسفانه خب ببینید چجوری میتونم بگم، مگه میشه که جون یک انسان رو بگیریم فقط به خاطر اینی که حقشو خواسته؟ یعنی آزادی در تمام دنیا حق یک انسانه، حق آزاد زیستن، حق آزاد اندیشیدن، اینها یه چیزیه که یه فرمالیته است. خیلی چجوری میشه گفت، کمک کنید به من شما که تو آلمان هستید. خیلی چیز طبیعی هستش، یه چیز طبیعیه، باریکلا. یه چیز غیر طبیعی نیست که وقتی مثلا ما میگیم ما این حقو داریم انتظار خیلی زیادی باشه، نه، ولی یه چیز طبیعیه سرتاسر دنیا. ولی متاسفانه توی حکومت‌های دیکتاتوری من جمله رژیم جمهوری اسلامی اینو یه حق نمیدونن و وقتی مطالبهش میکنی میخوان که تو رو یا با زندانی کردن یا با کشتن از این حق سلب بکنن. تو این چند وقت اخیر، تو این چند ماه من متاسفانه دیدم مثلا زندانیان کرد بودن که 12 سال یا 14 سال زندانی سیاسی بودن، از دوران محکومیتشون گذرونده بودن و بعد از 12 سال یا 14 سال این عزیزان رو اعدام کردن. یعنی واقعا میشه گفت که این دیگه اوج آزارگری و اوج جنایته که هیچ جای دنیا اصلا همچین چیزی نداریم که یک زندانی رو به خاطر عقایدش 14 سال 12 سال زندانی کنن و بعد از این مدت بیان اونو اعدامش بکنن. جمهوری اسلامی جنایت‌های فراوانی کرده. اگه بخوایم روزهای یک تقویم رو بنویسیم، هر روز شاهد جنایاتش بودیم. یعنی امروز ما شاهد یه فضایی هستیم که یه تعدادی میان و میگن خب دوره شاه اینجور بود اونجور بود. یعنی جنایاتی که جمهوری اسلامی کرد یه جوری به یه نسلی دارن میگن خب اون موقع مثلا حجاب اجباری نبود یا این نبود اون نبود، که قاعدتا اگه حکومتی بود که مردم توش رفاه داشتن، آزادی داشتن، همه اینها نمی اومدن تو خیابون سرنگونش کنن. بله. کار ناتمام حکومت پهلوی رو جمهوری اسلامی انجام داد. دقیقاً. به هر حال من میخواستم بیشتر اون حالتی که خود شما دستگیر شدید، تو زندان بودید، این رو توضیح بدی. به خصوص خیلی از اون سلول انفرادی که میذارن یا نور نیست یا نور کمه، تو اون لحظات میدونم که خیلی سخت من این سوال رو دارم از شما میپرسم، تو اون لحظات آیا زندانی احساس میکنه تنهاست؟ خب شاید بدترین زندان انفرادی که من داشتم زمانی بود که توی قائمشهر بودم و توسط اطلاعات سپاه دستگیر شدم. میشه گفت جایی که من بودم دقیقاً محل نگهداری مثل حیوانات، سگ. یه فضای چجوری، یه فضای مستطیلی خیلی کوچیک که نمیتونستی بیستی، فقط باید مینشستی، فضای بالا سرت نداشتی و در همین حد بود که فقط خودت تا یه حدی دراز بشی تو اون اتاق، یعنی هیچ جای حرکتی، مثل یک جعبه. تقریبا میشه گفت نزدیک 15 روز داخل یک جعبه من نگهداری شدم که دستشویی خیلی بد دسترسی داشتم. یعنی هر موقع که دلشون میخواست میومدن در رو باز میکردن که من برم دستشویی
ساعتها شاید به من فشار میومد و اذیت میشدم داخل اون باکس، داخل اون جعبه. تاریک بود، هیچ نوری نداشت و حتی مثلا بهشون میگفتم که من میخوام نماز بخونم، میگفتن که لازم نکرده، تو نمیخواد نماز بخونی. یعنی خودشون که یک حکومت دینی هستن، خودشون میگفتن تو اجازه نداری حتی از حق مثلا به قول معروف نماز خوندن و عبادت کردن هم ما رو سلب میکردن، اجازه نمیدادن و خیلی کتک هم میزدن. مثلا در باکس رو باز میکردن، چشمام بسته بود، چشمامو میبستن با لگد، با باتون، با شوکر منو میزدن. حتی یادم اولین جلسه بازپرسی که منو بردن پیش بازپرس، من بلافاصله لباسمو در آوردم و جلوی بازپرس لخ شدم و بازپرس گفت داری چی کار میکنی؟ دقیقا جای کبودی رو بدنمو و دو تا از انگشتامم که در رفته بود باد کرده بود نشون دادم. گفتم ببینید تمام بدن من کبوده، مورد ضرب و شتم منو گرفتم، منو خیلی زدن. خیلی راحت برگشت گفت به من هیچ ربطی نداره، شما برای اتهامات دیگه اینجا هستی، هر موقع آزاد شدی میتونی بری ازشون شکایت. یعنی حمید کاشانی، تأثیرات همین دستگیری ها زندان بر خانواده چیه؟ خب بر خانواده که خیلی زیاده. ببینید سال 96 که منو دستگیر کردن، همسر منو به صورت اجبار مجبورش کردن که از من جدا بشه، به خاطر اینکه به من فشار آوردن باید یک مصاحبه تلویزیونی به ما بدی و بگی که از کشورهای خارجی پول میگرفتی، در صورتی که هیچ پولی من هیچ دریافتی نداشتم، حتی از جیب خودم هم تو این کار هزینه میکردم و حتی بازجوم بهم گفت، برگشت گفت تو دیوانه هستی، از جیب خودت هم داری هزینه میکنی. وقتی دیدم من واقعا چیزی نگرفتم و گفتن که باید بیای همچین مصاحبه‌ای بدی و بگی که فریب خوردی و بقیه جوونا فریب نخورن و الان متوجه شدی و میخوای مثلا به آغوش رهبرت برگردی. با توجه به اینکه من داور فوتبال بودم، هفته‌ای حداقل یه بار پخش تلویزیونی داشتم، خب اون موقع رسانه ها ورزشی رو کار میکردن، شناخته شده بودم، به خاطر همین خیلی براشون بولد تبلیغاتی داشت اگر من این کار رو انجام میدادم. وقتی راضی نشدم از راه خانواده وارد شدن، یعنی همسر منو مجبور به جدایی کردن که بتونن یه اهرم فشاری روی من بذارن که باز مجددا قبول نکردم. حتی بعد از آزادیم وقتی انقدر همسر منو ترسونده بودن، خب زمانی که وارد خونه شدن، اون وحشتی که ایجاد کردن، همه جا رو به هم ریختن، خب باعث شدش که اون وحشت تو دل اون زن به وجود بیاد و حتی بعد از اینکه من آزاد بشم نذاشت من بچه‌مو ببینم تا مدت. و بعد از اینکه دوباره دستگیر شدم، دوباره 2 سال زندان بودم، بعد از 2 سال دوباره آزاد شدم، باز نتونستم فرزندمو ببینم. یعنی 1 سال و نیمش بود فرزند من بچه‌مو دیدم و بعد از اینکه دوباره تونستم بچه‌مو ببینم 7 سال و نیمش شده بود و 6 سال نتونستم من بزرگ شدن بچه خودم رو ببینم. و نه اینکه این مختص من باشه، خیلی بچه ها الان تو ایران با این مشکل مواجه هستن. یعنی خب وقتی نمیتونن خودشونو خورد بکنن، سعی میکنن از طریق خانواده فشار وارد بکنن رو زندانی. و حتی الان همین آقای سامان یاسین که نام بردید، من شنیدم وقتی که خبر اعدام ایشونو پخش کردن، همسرشون که باردار بوده، حتی 1 ماه مونده بوده به فارغ شدنشون، بچهش میفته. فکر کنم گفتیم جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه که مردم رو ساکت کنه، که بتونه اوضاع رو کنترل کنه، چه با دستگیر کردن، چه با فشار آوردن رو خانواده، چه گوشنگی دادن
به توده های میلیونی مردم. ما الان شاهد اعتراضات معلمان هستیم، بازنشستگان هستیم، پرستاران هستیم، کارگران هستیم، بخشای مختلف. بازنشسته ها، حتی بازنشسته ها. دقیقاً همه معترضن به این حکومت. از سرکوبش، آزادی های سیاسی توی جامعه تا علیه فقر و بیکاری و تمامی مصائبی که امروز گریبانگیر مردم شده. منتها مردم پس نزدن. ما شاهد خیزش های بزرگی بودیم و بزرگترینش و طولانی ترینش سال 1401 بود. تعداد زیادی همچنان دستگیر شدن. طبق آماری که خود رژیم داده بود تو همون ماها 90,000 نفر دستگیر شدن که امنیستی انترنشنال گفتش که سازمان عفو بین الملل بحثشون این بود که بیش از 20,000 نفر دستگیر شده که حتی رقمی که دولت داده بود خیلی خیلی بالاتر از رقمی بود که عفو بین الملل اعلام کرده بود توی اخبارش. با این اوصاف ما مبارزات خانواده ها رو دیدیم که این مبارزات یکم افت و خیز داره. ما هنوز نتونستیم دسترسی پیدا بکنیم به کل این اسامی. اینها عدد نیستن 20,000 نفر، 90,000 نفر. اینها انسان هایی هستن، همینجور که شما دارید صحبت میکنید، همسر داشتید، بچه داشتید. حکومت چی کار کرده؟ البته باید این رو تحسین بکنم که صدای شما از درون زندان هم بیرون می اومد و در چه خارج کشور چه فعالین در داخل ایران هم تلاش میکردن که صدای زندانیان سیاسی امثال شما باشن. فکر میکنی اکنون توی این شرایط چه وظایفی یا چه اقداماتی میتونه مؤثر باشه برای آزادی زندانیان سیاسی یا برای لغو احکام اعدام که این لبه تیز گیوتین رو گردن خیلی از فعالین نباشه؟ خب ببینید خانم رمضان علی، طی این سالها چه دهه 60 چه بعد از اون و همین سالهای اخیری که داخلش هستیم، این کشتارها، این اعدامها، این زندانی کردنها وجود داشته. قبل از ما فعالین خیلی بسیاری بودن که روی مسائل کار کردن، تلاش کردن، هنوز هم تلاش میکنن و خیلی هم هستن که به این جرگه اضافه شدن و به قول معروف یه نیروی تازه نفسی هستن که دارن این کار رو انجام میدن. ولی ما بیایم ببینیم آیا طی این دهه ها این عزیزانی که اومدن به هر نحوی تلاش کردن، چه لحاظ رسانه‌ای، چه نوشتاری، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، بیانیه نوشتن، جمع شدن، اعتراض کردن یا خود زندانیا اعتصاب غذا کردن و به گونه‌های مختلف تمام راه‌های مسالمت‌آمیز ما طی کردیم. به سازمان‌های حقوق بشری، حتی گزارشگرای سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بارها اومدن و اینو نوشتن و توسط فعالین ما اینها منعکس شد. قطعنامه‌های مختلف تو شورای امنیت بر ضد ایران، قطعنامه حقوق بشری صادر شد. ولی چه نتیجه گرفتیم؟ واقعا هیچ نتیجه. آیا زندانی کردنها قطع شد؟ آیا اعدامها قطع شد؟ آیا کشتارها قطع شد؟ پس ما به این نتیجه میرسیم برخلاف افرادی که نظر من اینه که میگن با روش مسالمت آمیز باید به جنگ این رژیم رفت، من قبول ندارم این حرفو، چون تجربه ثابت کرده این سالها. به قول معروف سر مار داخل خود ایرانه. ما باید با دست خودمون این سر ما رو قطع کنیم و نتیجه نداده. ببینید ایران یه حکومت دموکرات نیستش که بگیم دموکراسی هست میتونیم با صحبت کردن به نتیجه برسیم، میتونیم با اعتراض کردن به نتیجه برسیم. نه، اینا هیچ کدوم جواب نداده و
طی این سالها فقط ما هزینه دادیم، یا بچه ها زندانی شدن یا کشته شدن. پس به نظر من همون جوری که جمهوری اسلامی داره با ما میجنگه، ما هم باید همون جوری باهاش بجنگیم. یعنی وقتی جواب ما رو با گلوله میده، ما هم باید جوابش رو با گلوله بدیم. و به نظر من، حالا خیلیا میگم شاید بخوام بگن من دارم تبلیغ خشونت میکنم، نه، تبلیغ خشونت نیست، این یه واقعیته. باید همون جوری که جمهوری اسلامی با مردم برخورد میکنه، مردم هم همون جور باش برخورد بکنن. یعنی وقتی میکشه باید بکشیمش، وقتی با مش میزنه تو دهنمون باید با مش بزنیم تو دهنش. حالا این لازمش زیر ساخته، ما به زیر ساخت احتیاج داریم، به امکانات احتیاج داریم، به اسلحه نیاز داریم. و به نظر من تنها راه نجات زندانیان سیاسی از داخل زندانها اینه که مردم بریزن در زندانها رو بشکنن. و همونجور که جمهوری اسلامی با آتیش جواب ما رو میده و با گلوله، ما هم با آتیش و گلوله باید فقط جوابش رو بدیم. این تجربه‌ای که توی این سالا من به دست آوردم. شما دارید حرف دل شاید خیلی رو میزنید که باید جواب جمهوری اسلامی رو و همون جور که جمهوری اسلامی داره میکشه، جنایت میکنه، باش مقابله کرد. اما یک واقعیتی هم همیشه موجود بوده هستش. تاریخ رو که نگاه بکنیم، در مقطعی هستش که توده های مردم مسلح میشن. اونجا که رژیم قدرت این رو نداره در واقع خودش رو جمع بکنه، اینکه نیروهای مسلحش با رژیم همکاری نکنن، اینکه اوباشش رو به خیابونها نفرسته، در واقع توازن قوا اونقدر قویه به نفع مردمه که نیروهای سرکوبگر خودشون رو تسلیم میکنن به مردم. اما تا ما به اون مرحله برسیم، به نظرم همچنان فاصله هستش. این فاصله چیه؟ یعنی شما گفتید زیر ساخت نداریم، من میگم سازماندهی باید بکنیم. شاید بله، این اینم خیلی موافقم، باید سازماندهی بشه. چطور سازماندهی میکنیم؟ چطور خانواده ها رو باید به هم وصل کنیم؟ 90,000 دستگیری، من میگم حتی اگه اون 90 هم رژیم خواسته فضا رو مرعوب بکنه، 20,000 دستگیری. چرا اینها نمیتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن؟ ببینید چطور میتونیم این ارتباطات رو برقرار کنیم؟ چطور میتونیم به این 20,000 نفر تصویر بدیم، عکس بدیم، نام بدیم، زندگی بدیم؟ چطور میتونیم این کار رو بکنیم؟ شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید خانم رمضانی. وقتی ما صحبت از تشکیلات و سازماندهی میکنیم، به قول معروف منظور آموزش تئوریک و پراتیکاله، اگه درست میگم یا نه. عمل کردن. بله، عمل کرد به صورت عملیه. حالا ببینید این چجوریه. اگر شخصی از چرایی مبارزش و هدفش اطلاع نداشته باشه، این فایده نداره. ما اول باید بیایم مردم رو آگاه بکنیم برای چرایی مبارزه، که چرا میخوایم با این رژیم مبارزه کنیم و هدفمون چیه. ما اول باید بیایم این آگاهی رو کامل به مردم بدیم. وقتی این مردم آگاهی اینو پیدا بکنن که چرا باید با این رژیم مبارزه کنن و هدف از این مبارزه چیه، در نهایت غایتش چیه، اون موقع میتونیم اینها رو سازماندهی کنیم. این افراد سازماندهی میشن. اون موقع میتونیم به قول معروف به جنگ رژیم بریم. ولی تا وقتی که مردم هنوز ندونن و سردرگم باشن، ما نمیتونیم اینا رو سازماندهی بکنیم. پس صداتون میاد؟ ببخشید، من باتری گوشیم شارژش داره تموم میشه، به خاطر همینه. آها. پس
اولین هدف، پس اولین کار ما تعلیم چرایی مبارزه برای مردمه که چرا باید مبارزه کنیم و هدفی که به دست میاریم چیه. باید الان انرژیمون رو فقط بذاریم روی این کار. اگر اینو بتونیم به طور صحیح به مردم آموزش بدیم و اینو دریافت بکنن از طرف ما، اون موقع ما میتونیم موفق بشیم. اون موقع میتونیم در زندان‌ها رو باز کنیم. اون موقع میتونیم زندانی‌ها رو نجات بدیم. اون موقع میتونیم خودمون رو از این فضا نجات بدیم و از شر این رژیم خلاص بکنیم. شما گفتید شارژ گوشیتون داره تمام میشه، میدونم بله. که جایی نیستید بتونید شارژ بکنید. بله. به من قول بدید در برنامه‌های آتی بتونیم در رابطه با مسئله سازماندهی خانواده ها و مردم توی محیط کارشون، تو محیط زندگیشون، برای آزادی عزیزانشون، برای لغو قوانین اعدام که واقعا اوج توحش و بربریت این حکومت هستش صحبت بکنیم و زوایای دیگه از این مبارزه رو چه در زندان، چه خارج از زندان، چه خانواده زندانیان سیاسی، چه فعالین در عرصه‌های مختلف. و در عین حال ما الان که شاهد این اعتراضات هستیم، همه جا شعار آزادی زندانیان سیاسی و لغو احکام اعدام در واقع در رأس و سرتیتر همه این اعتراضات باشه. قول بدید که بتونیم به زوایای مختلف حتما بررسیش کنیم، صحبت کنیم. امیدوارم که این روزها به زودی زود فرا برسه و به اون چیزی که میخوان برسیم. ازتونم ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید و ازتونم عذرخواهی میکنم که من شارژ موبایلم از قبل چک نکرده بودم و متاسفانه این اتفاق افتاد. خواهش میکنم شما مواظب خودتون باشید. امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های آتی همچنان شما رو توی کانال شورا داشته باشیم. خیلی ممنون که حضور داشتید. حمید کاشانی. خواهش میکنم. خدا نگهدار. بینندگان عزیز برنامه کانال شورا، یکی دیگه از برنامه‌های ما رو امروز مشاهده کردید. زیر این تصویر آدرس تماس ما رو میبینید. لطفاً با ما تماس بگیرید، پیشنهادات، انتقاداتتون رو برای ما بفرستید تا برنامه دیگه بهترین ها رو برای یکایک شما عزیزان آرزو دارم. شب و روز بر شما شاد باد. رمز آزادی ما فریاد